چجوری از شر این گذشته لعنتی خلاص شم؟ این جمله زندگی منو تغییر داد. تو مقصر نیستی ولی مسئول حال خوبتی. اگه گذشته‌ت دست از سرت بر نمیداره و داره خفت میکنه، پس این ویدیو مال توه. چرا گذشته‌های تلخ دست از سر ما بر نمیدارن؟ من سینام میخوام مثل همیشه تجربیات شخصی خودم رو در اختیارت بذارم. توی این ویدیو میخوام این موضوع رو به 3 بخش تقسیم کنم. اول اینکه چرا گذشته رو نمیتونیم فراموش کنیم، در مقابله با گذشته چه کارهایی رو نباید انجام بدیم، و بخش سوم که خیلی مهمه، واقعا چجوری با گذشته خداحافظی کنیم. هر کدوم از ما تو گذشته سری خاطرات داریم که شاید به نوعی همچنان همراهمونه و هر کاری که میکنیم از شرشون نمیتونیم خلاص بشیم. یکی همچنان شکست عشقی که تو گذشته داشته رو با خودش همراه داره. یکی یه خاطره تلخ از یه تصادف داره، از دست دادن عزیزان، شکست مالی، نارفیقی و کلی از اتفاقات این شکلی که همچنان توی زمان حال با ماها هست. اولین و کلیدی ترین ماجرایی که تو باید بدونی اینه که مغز انسان برای بقا طراحی شده، نه برای خوشبختی. پس اگه هر اتفاق تلخی رو که تو گذشته تجربه کردی، مغزتون رو ذخیره کرده که مبادا دوباره تکرار بشه. اما یه مشکل بزرگ این وسط هست. مغز بین یادآوری و تجربه واقعی هیچ فرقی قائل نیست. یعنی تو هر بار که گذشته رو مرور می‌کنی، مجددا آسیب می‌بینی. دوباره درد و زندگی می‌کنی. انگار دوباره تو همون اتفاقات قرار داری، درست تو همون لحظه، و مجددا همون آدمی رو تجربه می‌کنی که تو اون زمان اون اتفاقا برات رخ داده. مطالعات دانشگاه هاروارد نشون داده که مرور خاطرات ذهنی منفی همون واکنش‌های بیولوژیکی درد واقعی رو تو بدن فعال می‌کنه. پس یه جورایی تو داری اتفاقات تلخ زندگی تو با همون دردها مجددا تجربه می‌کنی. خب تا اینجا به نظر میرسه که ما هیچ کاری نمیتونیم در رابطه با این موضوع بکنیم. عملاً این ماجرا از دست ما خارجه و ما مجبوریم که همیشه گذشته رو به یاد بیاریم. اما آیا واقعا این شکلیه؟ قطعاً نه. با بررسی مورد دوم و سوم تو کاملا از این ماجرا خلاص میشی. اما یه شرطی داره. تا آدم خودش نخواد، هیچ اتفاقی براش رقم نمیخوره. تا اگه با هزاران روانشناس، پزشک، دوست، فامیل، پدر، مادر مشورت بکنی، اگه خودت نخوای هیچ اتفاقی رقم نمیخوره. طبیعیه دیگه، آدما نمیتونن به زور بیان بشینن تو مغز تو بگن آقا فراموش کن یا اون اتفاقات رو از ذهن و روح تو بکشن بیرون. به نظر من هر اون چیزی که تو این دنیا اتفاق میفته براش یک راه حل و چاره‌ای وجود داره. شاید یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا این باشه که تو اتفاقات تلخ گذشته، مخصوصاً اتفاقاتی مثل از دست رفتن عزیزان یا شکست عشقی رو فراموش بکنی. اما وقتی با تمام وجودت اراده کنی که یه کاری رو انجام بدی، اون اتفاق رقم میخوره. هر چیزی که باشه. منم مثل تو کلی اتفاق تلخ تو زندگیم رخ داده. گذشته‌هایی که هیچ وقت شاید فکر نمی‌کردم بتونم از شرشون خلاص بشم. اما الان که داری این ویدیو رو می‌بینی، به صورت یه رشته نوار خیلی کم رنگ توی ذهن من داره مرور میشه. خیلی اوقات اصلا حتی یادم نمیاد که اون اتفاقات اصلا رخ داده یا تو زندگی من وجود داشته. بار بعضی از اتفاقات تلخ خیلی سنگینه. این کاملا قابل درکه. دوست دارم یه سوالی رو مطرح کنم و جوابش رو تو کامنت ها بهم بدید. دلم میخواد بدونم چرا تا الان گذشته رو کنار نذاشتی؟ چرا از گذشته تلخت رها نشدی؟ برام جالبه که بدونم چرا گذشته دست از سرت بر نمیداره و اصلا شاید این تویی که دست از سر گذشته بر نمیداری. اصلا دلم نمیخواد چیزی رو تحمیل کنم، اما یه توصیه برات دارم. تو از هر مشکل و دردی قوی تری. بخش دوم در رابطه با گذشته تلخ چیکارا نباید بکنیم. تقریبا هممون سعی می‌کنیم فراموش کنیم با بی‌تفاوت شدن، مشغولیت زیاد و تظاهر به خوب بودن. ولی متاسفانه اینا همش سرکوبه، نه رها شدن و آزاد شدن. انگاری داری یه بمب ساکت رو هر روز تو دلت جابجا می‌کنی، از این نقطه به این نقطه، و عملاً هیچ کاری برای از بین بردن گذشته تلخت انجام نمیدی. با بی‌تفاوت شدن تو سعی می‌کنی به خودت بقبولونی که من خیلی قوی‌ام، گذشته اصلا برام اهمیتی نداره، اصلا بهش فکر نمی‌کنم. اما واقعیت اینه که بی‌تفاوتی ساختگی مثل یه ماسکی که تو به صورتت زدی و فقط داری ظاهرت رو حفظ می‌کنی، اما از درون اون زخم همچنان پابرجاست و درمان نشده. و نتیجه این کار چیه؟ خشم و عصبانیت بی‌دلیل، احساس پوچی و تو بسیاری موارد سرد شدن توی روابط جدید. رفیق، تو دردتو درمان نکردی، تو فقط اونا رو دفنشون کردی. مشغولیت زیاد یا فرار با ظاهر مفید بودن، خودتو غرق می‌کنی تو کار، پروژه‌های سنگین، بی‌خوابی‌های مکرر، غذا نخوردن، فعالیت جسمی روزانه بدون منطق. به خودت می‌بینی تبدیل شدی به یه رباتی که همش در حال حرکته، توی خونه، تو بیرون، تو محل کار. هر جایی که حضور پیدا می‌کنی سعی می‌کنی خودتو مشغول کنی، فقط به خاطر اینکه ظاهرت این شکلی به نظر برسه که تو فعالی. ولی تهش بازم یه فراره، چون نمی‌خوای بشینی و فکر کنی. بشینی به این فکر کنی که آیا فرار کردن می‌تونه درمان قطعی باشه. قطعاً تو با فرار کردن هیچ وقت خودتو نمی‌تونی از شر گذشته تلخت
رها کنی. نتیجه این کار چیه؟ فرسودگی روانی، بیخوابی، فروپاشی‌های ناگهانی بعد از تلنگرهای کوچیک و در نهایت حس پوچ بودن. تو شلوغی رو انتخاب کردی برای اینکه سکوت و تنهایی برات دردناک. تظاهر به خوب بودن، لبخند زدن با زخم باز. به همه میگی من خوبم، دیگه گذشته رو ول کردم، زندگی میگذره، الان فقط زمان حال برام مهمه، در حالی که شبا تو تنهایی گذشته تلخ داره خفت میکنه. این یعنی تو داری دروغ میگی، نه به دیگران، قطعا به خودت. و این ماجرا نتایج بسیار خطرناکی رو رقم میزنه. من این خاطره در رابطه با تظاهر با خوب بودن تعریف بکنم. من با یکی از دوستام یه تیمی رو دور هم جمع کرده بودم، آدم‌های مختلف با زمینه‌های کاری مختلف. بعد از چند وقت یه جورایی مثل یه خانواده شده بودیم، فقط بحث کار نبود و همه این افراد با هم دوست شده بودیم. بعد از گذشت ماه‌ها من کم کم متوجه شدم که اینها با هم قرارها جداگانه میذارن. من اصلا بی اطلاعم. ماهایی که همه چیمون با هم ست میشد، همه چیمون با هم هماهنگ بود، هر کاری که میکردیم با مشورت همدیگه انجام میدادیم. به جای رسید که اینا اون بیزینسی که من ستاپ کرده بودم با تمام ایده هاشو برداشتن و بردن و من همه اون چیزایی که طی چند سال ساخته بودم کلا از دست دادم. خب تا ماه‌ها و حتی تا چند سال من هر جا که مینشستم این خاطره رو تعریف میکردم. شب موقع خواب یادم میومد، تک تک چهره اون آدمو تو ذهنم بود. یه جایی اسم شبیه به اون میشینم نسبت به اون آدم گارد میگرفتم و متاسفانه از اینجا بعد تصمیم غلطی گرفتم که تظاهر به خوب بودن بکنم. این یکی از سمی‌ترین تصمیماییه که میتونی برای زندگی در مقابله با گذشته تلخ بگیری. چه نتایجی داره؟ دو قطبی شدن شخصیت، احساس تنهایی مزمن و افسردگی پنهان. حتما ویدیوی چجوری از شر تنبلی خلاص شم ببین، چون در مورد افسردگی پنهان اونجا کاملا توضیح دادم و متوجه میشی که چقدر افسردگی پنهان میتونه به تو آسیب‌های عجیب غریبی وارد کنه و تو اصلا ازش هیچ خبری نداری. در نهایت من به این راه حل خیلی خوب رسیدم که به نظرم واسه تو هم کار میکنه. من دردامو اعتراف کردم، پذیرفتم این اتفاقاتی که رخ داده به من آسیب زده. دیگه تظاهر به قوی بودن نکردم، رها کردم این ماجرا رو. و اینو یادت باشه، قوی ترین و موفق ترین آدم‌های دنیا هم یه روزی با این مشکل روبرو شدن و حتی شاید بشن و فرق اونا با تو اینه که اون دردها رو میپذیرن و اعتراف میکنن که اون مشکلات بهشون آسیب وارد کرده. این موضوعاتی که مطرح کردم بسیار بسیار مهمه، تا جایی که حتی بعضی از سرشناس‌ترین آدم‌های دنیا هم با نپذیرفتن این ماجرا تصمیمات اشتباهی میگیرن. مثال واضحش هم رابین ویلیامزه که بارها و بارها این خبر ما شنیدیم، با اون همه سطح طنزی که این آدم داشت تو دنیا در نهایت دست به خودکشی زد. این اتفاقا اهمیت موضوع تظاهر به خوب بودن تو این ماجرا رو میرسونه که حتی آدم‌های بزرگی مثل رابین ویلیامز با تظاهر کردن به خوب بودن به خودشون چنین آسیب‌هایی وارد کردن. پس ببین چقدر موضوع گذشته، مخصوصا گذشته تلخ، مهمه که ما باید خیلی جدی باش رفتار بکنیم. یه جایی حتی آدم‌های قوی هم راجع به این ماجرا تصمیمات اشتباه میگیرن. ببین یه جاهایی این که ما همش حس می‌کنیم خیلی آدم قوی هستیم اصلاً چیز خوبی نیست. اینو یاد بگیر که قوی بودن به تصمیمات درست گرفتنه. یه جایی نیازه کم بیاری و استراحت بکنی، یه جایی نیازه که سکوت بکنی، یه جایی نیازه که تنها باشی، یه جایی نیازه که تو جمع باشی. از مواجهه با مشکلاتت نترسی. اگه واقعا میخوای از گذشته تلخت رد بشی، نترس از اینکه بد به نظر برسی، پرفکت به نظر برسی، اونی که همه آدما تو ذهنشون بوده دیده نشی. نترس از گریه کردن، از گفتن حقیقت به آدمای امن زندگی. اینا ضعف نیست، شروع رهایی. یه سوال خیلی اساسی و کلیدی مطرح میشه: آیا زندگی من اونقدر ارزشمند هست که به خاطرش گذشتم و فراموش کنم؟ به نظر من جواب این سوال شخصیه و برای هر کدوممون متفاوته. خود من جزء اون دسته آدمایی هستم که اعتقاد دارم فقط یک بار به این دنیا آمدم و فرصت دارم تا اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم. تا این لحظه علم زندگی بعد از مرگ رو ثابت نکرده. از ابتدای بشریت هم هر کسی که از دنیا رفته به این دنیا برنگشت. پس قطعاً از هر چیز بی ارزشی که زندگی من و حال منو خراب کنه فاصله میگیرم. عادت‌ها، افکارهای سمی و حتی گذشته تلخ. توی خلوتت به خودت جواب این سوالو حتما بده و ببین آیا زندگیت ارزش اینو داره که گذشته‌تو بذاری کنار. به نظرم به جوابای ارزشمندی میرسیم. توی کامنت ها دوست دارم نظرتو بدونم که آیا واقعا تو به خاطر زندگی این کارو میکنی یا نه. اصلا یه چالش به هر سبکی که خودت دلت میخواد طراحی بکن و زندگی تو ارزش گذاری کن. خیلی شفاف و راحت از خودت بپرس که آیا زندگی من ارزش این کار رو داره یا نه. باور کن اگه تا این لحظه نتونستی گذشته‌تو کنار بذاری، با یه چالش بسیار بزرگ و مهمی روبرویی و حتما باید راه حلشو پیدا کنی و برای همیشه از شرش خلاص بشی. گذشته تلخ و سنگینت هیچ کمکی به زندگیت نخواهد کرد. گذشته و مخصوصا گذشته تلخ مثل زخم بازه. اگه فقط روشو ببندی قطعاً عفونت میکنه، اما اگه بازش کنی، تمیزش کنی، یه روز فقط ازش یه رد محو میمونه. میدونید دیگه من عادت ندارم تلخ صحبت کنم، اما
این موضوع واقعا خیلی مهمه، چیزی بوده که خودم باهاش درگیر بودم. آدمای خیلی سرشناسی رو میشناسم که با این موضوع درگیر بودن، خیلی هاشون نتونستن رها بشن و همچنان این موضوع تو زندگیشون ادامه داره. آدمای ابرپولداری که یه خاطره و یه شکست تلخ گذشته هنوز باهاش همراهه و هیچ قرص و دارو و ثروتش هم نمیتونه نجاتش بده چون خودش نمیخواد. قبوله، ما هیچ وقت نمیتونیم گذشتمون رو پاک کنیم، اما میتونیم ازشون رد شیم و خودمون رو نجات بدیم. از طریق تعاملی که با هم داریم، لایک ها، کامنت ها، متوجه میشم که این موارد به دردت میخوره، برات مفید بوده و دوست دارم یه سلسله رشته از ویدیوهایی که بتونه چالش‌های این چنینی مهم زندگیمون رو حل کنه رو داشته باشم. امیدوارم این ویدیو خیلی به درد بخوره و تمام موضوعاتی که بهت گفتم رو بررسی کن، مخصوصا مورد سوم. همونجوری که بهت گفتم، دیدی رابین ویلیامز بزرگ با تظاهر کردن به خوب بودن آخر سر تصمیم به خودکشی گرفت. اتفاقات تلخ گذشته با هیچ کدوممون شوخی نداره. در نهایت آینده منتظر توئه. با گذشته‌های تلخت خداحافظی کن.